چوروس یه شیرینی اسپانیایی فوق‌العاده خوشمزه‌ایه که داخل روغن سرخ میشه. داخل این شیرینی نرم و روی اون کریسپیه. صداشو گوش کن. بریم خوشمزه رو یاد بگیریم. آب و کره و شکر رو روی حرارت بذارید و وقتی این شکلی ریز جوش زد آرد رو به یک بار اضافه کنید. کاملا مخلوط کنید و 7-8 دقیقه به این شکل داغ بزنید. بذارید از داغی که افتاد یکی یکی تخم مرغ رو بهش اضافه کنید. بعد اضافه کردن هر تخم مرغ با همزن برقی کاملا هم بزنید و وقتی دیدید که به این غلظت رسید دیگه کافیه. روی یک کاغذ روغنی یا کاغذ نسوز با یه ماسوره به این شکل پایپ کنید. ماسوره من بزرگه. اگر ماسوره کوچیک‌تری داشته باشین بهتره. نیم ساعت تا 40 دقیقه داخل فریزر بذارین تا خودشو بگیره. بعدم داخل روغن داغ سرخش کنین. حرارتتون متوسط باشه تا کاملا مغز پخت بشه. هر از گاهی حتما شیرینی ها رو برگردونین. وقتی کاملا سرخ شدن روغنشون رو بگیرین و خیلی مخلوط شکر و دارچین بغلتونین. اگر از اکسپلور پست منو می‌بینی حتما پیج رو فالو کن تا آموزش بعدی رو از دست ندی.